دوستان، من رایان هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم با نحوه دانلود و نصب برنامه اوپن آیوی روی کامپیوتر. قبلش یه توضیح در مورد این برنامه بدم. در واقع شما میتونید با این برنامه تمام مودهایی که دوست دارید رو روی بازی‌های مختلف راکستار بریزید و در واقع به تمامی فایل ها به صورت دقیق دست پیدا بکنید. خب بریم سراغ نحوه نصب. توی مرحله اول یک در واقع لینکی داخل توضیحات این ویدیو قرار دادم. روی اون کلیک میکنید. در واقع برای نصب کردن فایل اوپن آیویه و وقتی که دانلود شد یه همچین فایلیه که شما باید همینجا اکسترکتش بکنید و ازتون یه رمزی میخواد. داخل توضیحات همین ویدیو رمز فایل رو قرار دادم، میتونید از اونجا ببینید و در واقع اینجا کپیش کنید. خب بعدش منتظر میمونیم و یک فایل ستاپ در واقع برای ما لود میشه. روش کلیک میکنیم، انگلیسی رو انتخاب میکنیم، منتظر میمونیم تا یک تعداد فایل دانلود بشه. باز دوباره روی انگلیسی کلیک میکنیم و اینجا قوانین در واقع اوپن آیوی میاد که ما قبولشون میکنیم و کامینو میزنیم. این قسمت گفته که خب اگر میخواید که این در واقع برنامه اوپن آیوی مثل من بیاد روی دسکتاپتون، این تیک رو باید فعال بکنید و اگر هم میخواید بعد از مراحل نصب اوپن آیویتون باز شه، این تیک رو میتونید بزنید که حالا من نمیزنم. این قسمت هم متاسفانه محل نصب اوپن آیوی رو نمیتونید تغییرش بدین که دیگه جزو قوانینشه. بعد کاملی که بزنید میگه که این در واقع 20 مگابایته، میخواین نصبش بکنید. خب من میگم آره و منتظر میمونیم تا نصب بشه. تا این فایل داره نصب میشه میخواستم بهتون یادآوری بکنم که اگر این ویدیو به کارتون اومد حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم بذارید. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب میبینید که اوپن آیوی ما نصب شد و کلوز رو که بزنید، حالا چون من از قبل داشتم آیکونش برای من ریپلیس شده این مکان که برش میگردونم سر جاش و به همین راحتی اوپن آیوی شما نصب شد. خب دوستان تبریک میگم، اوپن آیوی شما نصب شد و میتونید نهایت استفاده رو ازش ببرید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.